افغانستان لانه شیرهاست. با لانه شیرها آمدن جرأت و جسارت میخواهند. ابرقدرت ها که آمدن نتونستن، امپراتورها که آمدن نتونستن، شما چی که بیاین یا نیاین. ببینین چه سرزمینی داریم که مرزهایش بروی همه باز است، شرق و غرب و شمال و جنوب. ما هیچ مرز بسته نداریم، ولی هیچ جهانگشای، هیچ قدرت طلب، هیچ گروهی ابرقدرتی نتونست بیایی سرزمین تسخیر کنه. ما در همسایگی های ما داریم پاکستان، هندوستان، که حتی زبانهای ملیشان، زبانهای رسمیشان امروز غربی است. فرهنگشان، آیینشان حتی مختلط شده با غرب. ولی بنازم این سرزمین شیرانه که در طول تاریخ اجازه نداد که استعمار و استعمال این سرزمین تغییر بدن. ما با تنوع فرهنگی، اختلاف فکری، هر مشکل داخلی که داریم بین خود، مشکل زبانی، مذهبی یا هر چیز، ولی در برابر بیرونی ها یک مشت هستیم. زنده باد افغانستان، زنده باد مردم دلیر و شجاع و با وقار افغانستان.